سلام عزیزای دلم، ایشته هستین. خدا کنه که همگی خوب و خوش باشین. باز خوش آمدین با یک آموزش دیگه که امروز خود شما داریم. امروز کیک اسفنجی خونگی تیار میکنین. همیشه کیکای خونگی خیلی از کیکای بیرونی مزه‌دارتر و عطربوی بیتر داره. این کیک پخته کردنی هم خیلی آسانه. موادی که برای از این کیک لازم داریم: مواد لازمی ها: بادام خرد شده، بیکینگ پودر، پولیه، 3 پیاله آرد، 3 دانه تخم مرغ، وانیل و شیر، روغن و 1 پیاله هم شکر. این موادی بود که برای تیار کردن کیک به کار دارین که مطمئنا به همه خونه ها هست. خب برین کیک خود هم تیار کنین. اول 3 دانه تخم که دیشتیم میشکنیم، سفیدی رو جدا میکنین، زردی رو جدا میکنین. به این رقم کیک تیار میکنین سفیدی خود زردی کد نکنیم از اول، به خاطر که امو کیک اسفنجی نمیایه. وقتی که سفیدی جدا خود هم گد کنیم و زردی جدا خود مواد گد کنیم، سفیدی آخر به مواد میریزیم. سفیدی خود همزن میزنیم که کمی رنگ خور بگردونه و رنگ خور سفید رنگ کنه. بعد از که رقم شد، حال زردی های تخم میگیریم. خود 1 نصف قاشق بیکینگ پودر و 1 سر قاشق چایخوری هم پولی زیاد نزنیم، به خاطر که پولی طعم کیک زبرک میکنه. حال همه مواد خوب خودی هم گد میکنیم که همون بیکینگ پودر ما خوب باد کنه. یک موضوعی که برای شما بگم خیلی مهمه برای تیار کردن کیک، که کیک حالت خمیر به خو نگیره، بیکینگ پودر نه. از کجا بفهمیم که بیکینگ پودر کیک خوب بوده یا نه؟ همین رقم که میبینین وقتی من بیکینگ پودر خود دیگه مواد زدم حالت خامر به خو گرفت. این بیکینگ پودر خوبیه که خوب پوف میکنه. حال روغن خور که نصف پیاله بود، شکر 1 پیاله بود و شیر داریم 1 پیاله شیرم اگر پرچرب باشه یا کم چرب باشه هیچ فرقی نمیکنه. هر رقم شیری که به خونه داریم میتونین بریزین. بعد از این مواد در هم خودم خوب گد میکنین که شکر خوب واشه، تا همون حد بزنین که مطمئن شیم که شکر خود دیگه مواد واش شده و دونه دونه به داخل کیک نمونده، به خاطر وقتی پخته شه سفید میشه. بعد از اینکه همه مواد خوب خودم گد کردیم، حال 1 قاشق چایخوری وانیل مندازیم. وانیل خورم خیلی زیاد نریزیم، به خاطر که خیلی بوی وانیل تیزه، طعم و بوی کیک خراب میکنه. میتونین از وانیلای پودری هم استفاده کنین. وانیلای آب کیک هست بوی و تستره و خوشبوتره. بعد از اینکه وانیل خود دیگه مواد گد شد، حال 3 پیاله آرد که دیشتیم هموت کم کم اول پیاله اول حلق میکنیم. حتما این کار رو بکنیم، به خاطر که هم آردای دونه دونه اگر به داخلی او باشه هم باعث میشه که آرد حالت سبوکیر به خو بگیره و کیک حالت پوفر بره خو بگیره. پیاله اول که ریختیم خوب گد میکنین. بعد از پیاله دوم رو میریزیم و هموت مثل پیاله اول خوب پیاله رو ملک میکنیم. بعد از مواد رو خوب پس خود هم گد میکنیم. به خاطر آرد خور مرحله به مرحله میریزیم که اگر یک دفعی بریزیم امکان داره که آرد به داخل مواد حالت لکه لکه گله گله به خو بگیره. وقتی آرد به داخل مواد لکه شه، او آرد دیگه وانه میشه و همون لکه میمونه. وقتی که مرحله به مرحله میریزیم مواد ما به هر مرحله 1 غلظت به خو میگیره و کم کم حالت سفت شدن یا سخت شدن خمیر بره خو میگیره. پیاله سوم خورم میریزیم، همه مواد رو خوب شور میدین. خوب گد کنیم به این مرحله تا همه مواد یک دست شه. همینطور که میبینیم مواد یک حالت یک دست برای خود گرفت و غلظتی هم همین رقم که نشون میدم برای شما همین اندازیه، نه صافتره و نه سختره.
حالا همون سفیدی تخم مرغی که اول گد کرده بودین میریزیم به روی خمیر کیکی که تیار کردیم و بعد از هم خوب اونا رو شور میدیم که همه مواد خود هم یک دست شه. بعد از که همه مواد خوب خود هم گد کردیم، ظرف فرخور میگیریم، به ته کاغذ روغنی میندازیم. اگر کاغذ روغنی نتیشتیم از کاغذهای دیگه هم که به خونه داره میتونیم استفاده کنیم و چرک کنیم، بگذاریم به ظرف خود و بعد از هم مواد به یک جای ظرف نریزیم که همون قسمت بالا میایه از که کده قسمت هایی رو پین میشین و قیافه مقبولی نمیگیره برای خود. همین رقم که من ریختم به همه جا ظرف مواد در بریزیم و بعد از هم چند ضربه بزنین که تمام همون حبابایی که به وسط خمیر مونده بیرون شه. حالا هم بادوما رو میریزیم به روی تمام مواد کیک خود. بادوما باید خون باشه، بادوم پخته نباشه، به خاطر وقتی به تفر میگذارین بادوم پخته اگر باشه میسوزه. فر رم از قبل گرم میکنیم و کیک میگذاریم به داخل فر به درجه 350 درجه. خیلی ها به مرحله پخت کیک مشکل دارن. وقتی یک کمی روی کیک طلایی میشه زودی او را از فر بیرون میکنن که میگن نسوزه، اما داخل از او خمیر میمونه. حالا من برای شما نشون میدم که این کیکی که روی کمی طلایی شده تای پخته شده یا نه. همین رقم که میبینیم وقتی چوبر به تکیک داخل کردیم دیدیم دور چوبر خمیر گرفته بود و اگر با خونه خود چوب نداریم میتونیم از کاردم استفاده کنیم. وقتی من کاردم داخل کیک کردم دیدیم که بازم کارد پر خمیر شد. من امتحان کردم که برای شما بگم که یعنی کیک پخته نشده. شما این کار نکنین تا مطمئن نمیشین که کیک شما پخته نشده در فروا نکنین، به خاطر پوف کیک خراب میشه. همینطور که میبینیم بعد از چند دقیقه که گذاشتم دوباره وقتی کارد داخل کیک کردم اصلا به کارد هیچ چیز نچسبید و کارد پاک بود. برای 20 تا 25 دقیقه خمیر کیک ما به تفر بمونه. کیک ما آماده. بعد از اینکه کیک خور از فر کشیدیم همون لحظه کیک را از ظرف فر جدا کنیم، بکشیم از ظرف فر. همین رقم که میبینیم با اینکه کیک ما داغ بود نه کیک شکست و نه هم به ظرفی و چسبید، خیلی راحت جدا شد به خاطر که به ته ظرف خور کاغذ روغنی انداخته بودم و همین رقم که دیدیم ته کیک ما خیلی مقبول قوی شده بود. بعد از روی کیکر میگردانیم و به خاطر وقت داغ کیک از ظرف جدا کنیم که عرق میکنه. اگر عرق کنه کیک حالت تر یا شفتر بره خو میگیره، به خاطر همو حتما وقت داغ کیکر جدا کنین و بعد از به روی کیک وقتی همو داغه یک دستمالک پاک بندازیم و بگذاریم تا وقتی که کیک یخ میکنه. کیکر هیچ وقت نگذاریم بدون دستمالی که به روی مندازیم یخ کنه، به خاطر روی و سخت میشه و خشک میشه تا که کیک یخ میکنه. بعد از اینکه مطمئن شدیم کیک یخ کرده دستمال رو از روی میگیریم و بعد از هم هر رقم که خوش داریم میتونیم کیکر برش بزنیم. این دستور کیکی که من به شما تیار کردم کامل ترین دستور کیک اسفنجی خانگیه، به خاطر که تمام نکات مهم از این من برای شما نکته به نکته گفتم. اگر همین رقم که گفتم تیار کنین خیلی هم راحته و خیلی هم کیک شما خوب میایه. همین رقم که میبینیم خیلی کیک اسفنجی خوبی آمده، خیلی هم باد کرده کیک و اصلا هم حالت خمیر داخلی رو نداره. مطمئنم که با این دستوری که من برای شما گفتم اگر کیک تیار کنیم همیشه تیار میکنیم و دیگه اصلا کیکای بازاری هم نمیگیرین، به خاطر که طعم و بوی و عطر کیک خانگی هیچ کیک بازاری نداره. تشکر از اینکه همیشه همراه ما هستین. قربان نگاه های پرمهر تک تک شما تا آموزش های بعدی. خداوند پشت و پناه شما.